برادران عزیز بزرگوار، دوستای خدا حکایت میکنن که یک جوان بود عادتی دائم گناه کردن داشت، یعنی گناه ترک کردن نمیتوانست. مثل بعضی جوانهای ما میگوین که من نمیتوانم بعضی گناه ترک کنم. این جوانم چنین بود، میگه گناه ترک یعنی گناه بس کردن نمیتوانست. روز نزد حضرت سلطان ابراهیم ابن ادهم آمد، در نزد حضرت نشست، گفت ای استاد، گفت من یک انسان گناهکار هستم، یک انسان گناه کننده هستم، من نمیتوانم که گناه ترک کنم، گناه بس کنم، فاوصینی. ای حضرت، گفت ای استاد من نصیحت کن، من چیکار کنم که دیگر گناه نکنم؟ حضرت میگه یگان سخنی بد، یگان سخنی سخت برای وی نگفتن. گفتن در نزدم بشین فرزندم، گفتم در نزدم بشین. در نزدش نشست، گفت پسرم، گفت تو نمیتوانی گناه بس کنی؟ گفت حضرت نمیتوانم. حضرت گفت میلش گناه کن بچم، گناه کردن بگیر، اما برای گناه کردن گفت 5 شرط داری، اگر همین شرطا را به جا آورده بتانی مرحمت گناه کن، یگان کس حق نداره تو را از گناه کردن معندو داره. بعد این جوان میگه خیلی خرسند شد، گفت راهی حلش بدست، راه بدست برای یعنی اجازتش. گفت حضرت شرط ها چی هستند؟ هر شرطی باشه از دستی من میآید، من جوانی با غیرت توانا هستم. حضرت گفت پسرم، گفت یکم شرط برای گناه کردنت همین است که برای در جای گناه کو که خداوند تر نبینه، خداوند حالت گناه کردن تا نبینه. این جوان میگه کمی فکر کرد، گفت سبحان الله. ای استاد، گفت ای حضرت چون اینجا وجود نداره، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مثل پروردگار چیزی نیست، خداوند هم شنوا و هم بینا هست، همه چیز در همه حالت میشنوه و همه چیز در همه حالت میبینه. چون این مکانی که خدا نبینه چنین مکان وجود نداره. گفت حضرت گفت که فرزندم، گفت وقتی چنین مکان وجود نداشته باشه باید گناه نکنی. برادری عزیز و بزرگوار، شخصیتی که امروز من و شما هم باشیم گناه میکنیم، در هر حالت باشیم، این را انیق بدانیم که لحظه گناه ما را الله رب العالمین دیده ایستاده است. فکر کن که آیا در محضر پروردگار چی نوع گناه میکنی، چی نوع در محضر پروردگار گناه میکنی. حضرت از او جوان پرسید، گفت فرزندم در نزد پدرت گناه کرده میتوانی؟ گفت نمیتوانم حضرت. در نزد برادرت گناه کرده میتوانی؟ گفت نمیتوانم. در نزد دوستت گناه کرده میتوانی؟ گفت حضرت نمیتوانم. گفت چی خاطر نمیتوانی؟ گفت از اونها شرم میدارم، از اونها میترسم. حضرت میگه با سوی این جوان، گفت ای جوان، گفت وقتی که از پدر و برادر و دوست شرم بداری، از اونها بترسی، چی نوع تو از پروردگار شرم نمیداری و نمیترسی و در محضر پروردگار گناه میکنی؟ یکم شرط امین است برادر عزیز، بیا جای را که یعنی خدا تو را نبینه، گفت برو گناه کن. یعنی چنین مکان وجود نداره، ما هر جای باشیم پروردگار ما را میبینه. دویم شرط گفت برای گناه کردنت، وقتی که گناه میکنی از روی زمین پروردگار بیرون برا، جای برا، مکان پیدا کو که مالک و صاحب اوجا خداوند نباشه، یعنی صاحبش غیر الله باشه، غیر الله باشه. این جوان میگه کمی فکر کرد، گو استاد بزرگوار چنین مکان وجود نداره، چنین جایی که صاحبش غیر الله باشه وجود نداره. رب العالمین در قرآن میگه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از الله هست هر چیزی که در زمین، هر چیزی که در آسمان هست، همه صاحب و مالک شو الله هست. غیر از الله دیگر جایی نیست که یعنی مالک صاحبش غیر پروردگار باشه. حضرت گفت وقتی چنین مکان که وجود نداشته باشه، گفت فرزندم، گفت باید گناه نکنی. گفت سیم شرط برای گناه کردنت، گفت میلش وقتی که گناه میکنی، سیم شرط همین است که از این نعمت هایی که خدا خلق کرده است از اینها نخور، از نعمت خدا نخور، از آب خدا خلق کرده ننوش، از این هوای خدا خلق کرده است هوا یعنی نفس نکش. این جوان گفت سبحان الله. گفت حضرت گفت محال است. گفت برو از جای رزق پیدا که خالق و خلق کنندش غیر خدا باشه. این جوان گفت حضرت چنین یعنی موجودات چنین نعمت وجود نداره، خالق همه خدا هست، همه را الله رب العالمین خلق کرده است. گفت فرزندم وقتی که چنین یعنی رزق، چنین روزی، چنین خوراک پیدا کردن نتوانی، باید که گناه نکنی. بعد از آن گفت فرزندم
چهارم شرط برای گناه کردنت، وقتی که در روز قیامت در محضر پروردگار میخیزی، خداوند نامه اعمال تا در دستت میدیه و برات امر میکنه که اقرا کتابک کفا بنفسک یوم علیک حسیبا. رب العالمین میگه بخوان کتاب تا در دنیا چی کار کرده بودی، عبادت و بندگی کردی یا گناه، بخوان. امروز به نفس خودت کفایه کن، امروز برای تو روز حساب است. حضرت گوی جوان وقتی نامه اعمال تا خواندی، در نزد خداوند بگو ای پروردگار گناه ها را من نکردم، اینها را در حق من تهمت کردن نوشتن، این گناه ها را من کردگی نیستم، این کار که یعنی گناه تا بگردن نگیر. این جوان گفت سبحان الله، گوی حضرت این محال است، ناممکن است. رب العالمین در قرآن میگه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. میگه روز قیامت روزی هست که خداوند دهنهای مردم مهر و پیچت میزنه، دهن محکم است. در قیامت این دهان دیگه صحبت نمیکنه برادر عزیز. و تکلمنا ایدیهم، رب العالمین میگه گپ میزنه به ما دستای مردم. و تشهد ارجلهم، شهادتی و گواهی میدهد نزد ما پاهای مردم بما کانوا یکسبون، با اون کسب و عملی که در دنیا کرده بودن، در دنیا داشتن. یعنی که در نزد خداوند دیگه دهان صحبت نمیکنه. این حضرت گوی جوان وقتی که در نزد خدا این کار کردن نتوانی، باید گناه نکنی. گفت پنجم شرط برای گناه کردن جوان محترم این است که اگر گناه میکنی، گفت در روز قیامت وقتی خداوند حکم کرد که این گناهگار از سوی دوزخ ببره، ملائکه های عذاب وقتی تو را کشان مجبور به سوی دوزخ میبرن، اون لحظه تو یعنی دوزخ رفتن به گردن نگیر، بزن خود را از چنگال اونها خلاص کن، بگو من راضی نیستم، من دوزخ نمیروم. میگه این جوان گفت که سبحان الله، گفت حضرت این ناممکن است. اون ملائکه بسیار ملائکه بدهیبت هستند، بسیار ملائکه های بیرحم هستند که یگان ذره دل اونها برای انسان گناهگار نمیسوزه، از چنگال اونها یگان کس خلاص کردن نمیتوانه. حضرت گفت فرزندان وقتی که این 5 شرط به جا آورده نتوانی، باید که گناه نکنی. یعنی که ما و شما هم برادران عزیز بزرگوار وقتی گناه میکنیم، این نصیحت حضرت، این 5 شرطی که گفته است یگان کسی ما و شما به جا آورده نمیتوانیم، باید که گناه نکنیم، باید که یعنی که دائم چیکار کنیم، اهل عبادت، اهل طاعت، اهل ذکر باشیم و از اون خاطرات تلخ، از اون گناهایی که در حیات کردیم، از تحت دل نزد خداوند گریه کنیم و توبه داشته باشیم.